سلام خدمت دوستای عزیز و گلم. حالتون چطوره؟ امیدوارم که روز پر انرژی و شادی داشته باشید و بهترینا براتون رقم خورده باشه. خب موضوع امروز یک بحث بسیار جالب و مرموز و زیرپوستیه. بزرگترین چیزی که الان انسان خیلی نامحسوس و زیرپوستی بهش نیاز داره بحث توجهه و ما خودمونم خیلی ناگاهانه بهش نیاز داریم. پول اصلی این دنیا توجهه. هر چیزی که الان شما رو محاصره کرده توی دنیای امروز، چه تلویزیون باشه، چه شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام باشه، یوتیوب باشه، توییتر باشه، تلگرام باشه، هر اخباری که اونجا میذارن و منتشر میکنن، تلویزیون هم هر اخباری میذاره و منتشر میکنه، همه اینا هدفش جلب یک چیزه: توجه شما. توجه شما ارزشمندترین واحد پولی امروز دنیاست. کافیه که اون توجه بذار روی چیز دیگه غیر از مسائل بیرونی و معطوفش کنی به درون. خب هر چیزی که ذهن رو به چالش میکشه، روان رو به چالش میکشه، هدفش اینه که همون توجهی که باید روی چیزهای مهم زندگیتون بذارید و ساکشنش میکنه، میبره سمت اون چیز بیرونی و اون انرژی اونجا مصرف میشه و به صورت ناخودآگاهانه همه درگیرشن و باید اعتراف کنیم که هممون درگیرشیم. شما اون توجهی که روی مسائل بیرونی میذاری، مسائلی که نمیتونی اصلا تغییرش بدی، روی مسائلی که اصلا به تو هم مربوط نیست، 0%، منفی 100% مربوط به تو نیست، وقتی که عطف پیدا میکنه به اونجا، از خودت دور میشی، از خودت فراری میشی و یه سراب و کشمکش‌های اون وسط ایجاد میشه که دیگه اصلا هویت خودتو با اون چیزایی که اون توجهت هست بهش تعریف میکنی. یعنی هویتت میشه اون. یعنی طرف، اون فرد حاضر هر کاری بکنه که بهشون منبع توجه یا اون انرژی توجه بهش برسه. هر کار مسخره‌ای که شما فکرشو بکنید، پرنک باشه، نمیدونم مسخره کردن باشه و فیک کردن خودش باشه، ساده نبودن خودش باشه و این نشون میده که هنوز خیلی عقبیم از اون چیزی که باید باشیم. هر بچه‌ای از بعد به تولد این آورده رو داره که باید بهش توجه بشه، بهش شیر داده بشه، بهش غذا داده بشه، بهش توجه بشه و این به صورت فطری توی انسان وجود داره و هی سن که میره بالاتر میرسه به نوجوانی، جوانی و این دورانا خودشو بیشتر نشون میده. هی بیرون یه چیزی میگیره، اضافه میکنه، بیشتر خودشو نشون میده و میره لایه های زیرین، اونجا پنهان میشه توی ذهن و اینطوری میشه که همه درگیرش میشن و نیازمند اون نوع انرژی هن. و ذهنیت ها الان یه جوریه که شما همیشه گول این چشما رو میخوری و این چشما به دستور میده که چه کاری بکنی. گول اون حرف همسایه بغلی و حرف اون رفیقه رو میخوری و این چشما میبینی و از دوران بچگی و از دوران دبستان، دبیرستان، راهنمایی
توی کشور ما همیشه به ما گفتن عاقل باش، گول نخور، حساب کتاب حواست باشه، گول اینا اونو نخور، اعتماد نکن به کسی، کلاه خودتو بگیر که کلاه خودتو ندزدن. از این حرفای شارلاتان بازی و کوچه خیابونی. و همیشه به ما گفتن که تو کمی، یعنی کمبود داری، باید پول زیاد بیاد تو زندگی، باید انسان عاقلی باشی، یه کیف از این چرمای خوشگل دستت بگیری را بیفتی تو خیابون، همه بهت نگاه کنن بگم به چه مهندسیه، چه دکتریه، بابا عجب پدر مادری داشته، عجب ثوابی داره، عجب آدم عاقلیه. اینطوری میشه که طرف بعد اگه نرسه به اون موقعیتشم فکر میکنه اصلا کمبود داره، کل وجودشو کم میبینه، توی آینه خودش بدش میاد دیگه و مجبور میشه که بیاد توجه و اون انرژی رو یه جوری بخره بیرون. و این یه رو از اون واقعیتیه که مثلا یه نفر شنیدی از همسایه بغلی و محمد و اسکر و اکبر و محسن و حسن و همه اینا رو آشکالا رو جمع کردی تو اونجا، بعد میگی که غیر از این نمیشه. حقیقت کاری با این نداره که تو چه فکری چه دیدی داره نسبت بهش، اون همونطوری با تو رفتار میکنه که دقیقاً براش تعریف شده. آفتاب که تو اگه با خودت تقدیم کنی آفتابی نیست، نورش قطع نمیشه که، آسمون که سیاه نمیشه. به خودت تقدیم کن که جاذبه نیست، معلق نمیشه رو هوا. پس فرق داره واقعیت ها، فرق داره داستان و نگاه ما به واقعیت پوسیده است، نگاه ما به همدیگه پوسیده است، نگاه های ما همش واسه خودمون نیست، نگاه های ما رو بهمون دادن، این عینک گذاشتن روی چشم ما، با این عینک ها داریم بقیه رو نگاه میکنیم و این عینک ها باید برداشته بشه، چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. اصل قضیه اینه و هیچ وقت هیچ تغییری ایجاد نمیشه مگر اینکه خودت بخوای عزیزم. تغییر از درون آغاز میشه و اگر درونت تغییر پیدا کنه بیرونت هم تغییر پیدا میکنه. امیدوارم که حرفای من خریدار داشته باشه، تأثیر گذاشته باشه. بدون هیچ چشم داشتی دوست دارم کمک کنم، دوست دارم چند نفر یاد بگیرن، چند نفر آگاهی داشته باشن، آگاهی بگیرن. به مرور ادامه میدیم تا برسیم به جای خوب. خیلی ممنونم ازتون، تو ویدیو بعدی میبینم.